در مورد امر ازدواج پسرم که مثلا حل بشه یک ذکری بفرمایید. به همین نیت زیاد صلوات بفرستید. آقا یک کسیه میگه اصلا علاقه‌ای به خوندن قرآن ندارم، چیکار کنم؟ یک کسیه میگه اصلا علاقه‌ای به خوندن قرآن ندارم، چیکار کنم؟ زیاد صلوات بفرستید. علاقه داره جمعه بله. صلوات بفرستید، همون هدایتش میکنه. آیت الله 30 سال معتاد بودم، 30 سال معتاد بودم، سیدم هستم. الان مدتی ترک کردم، هروئین میکشیدم، تزریق میکردم، اعتیادم الفساد، موجب شرک و هر گناهی. محض رضای خدا هر چه دارید از اجداد ما دارید. منم مسئله ناجورم به خاندان رسالت و سادات. مرا نجاتم بدید از شر اعتیاد، از شر. خوب شدم، وسوسه نمیذارم، وسوسه به طرف مواد نمیذارم. از شر وسوسه نجاتم بدید، دستور عنایت کنید بلکه یک فتح بابی بشه. زیاد صلوات بفرستید به نیت تمام آثار و خواص صلوات، از جمله عشق به اهل بیت، عشق به اونهاست. این تلذذ و فلان اینهای مادی. ببخشید، برای رفع تحیر و تشخیص تکلیف در امور مهمه باید چیکار کرد؟ صلوات زیاد بفرستن، در طرق مختلفه که تحجر دارن استخاره بکنن. آقا ببخشید، برای حضور قلب همیشه دائمی و همیشه خودش رو در محضر خدا بدونه چیکار کنه؟ همیشه حضور داشته باشه در همه کارها. اسباب محبت خدا را در خودش ایجاد بکنه. خودش رو دوست دارد آدم، اما کسی که او را ایجادش کرده او را دوست نداره. بالاخره که باید کاری بکنه که دوستی خدا را درش زیاد بکنه. توی اذکار و اوراد و فلان و اینها کسی این غایت را در نظر داشته باشد، میخواد دوستیش و محبتش زیادتر بشود، من خیال میکنم چیزی آسانتر از صلوات زیاد نیست. عاشقانه صلوات بفرستد، میفهمد به این که چطور محبت زیاد میشه. خیلی اما شرط عقیده که بفهمه که این میکشد ای را به طرف معشوق خودش و محبوب خودش. بله، خدا میداند که چه هست در این صلوات.